فیل را دیدند در حال فرار از جنگل است. گاوها گفتند بیمار است، شاید انگل است. کرگدن فریاد زد دیوانه حیرانی چرا؟ همچنان موشی دوان سوی بیابانی چرا؟ گفت میترسم که خرطومم ز ریشه بکنند. حکم داد شیر تا زرافه ها گردن زنند. کرگدن با خنده پرسید از همین ترسیده ای؟ فیلی آخر از چه رو خود را زرافه خوانده ای؟ فیل گفت ای کرگدن اینجا نمانی بهتر است، چون که حکم شیر را مسئول اجرا یک خر است. در خیال خر چمن آبی است، پس ختم کلام. لاجرم هر چهارپا زرافه است و والسلام. ملک شیران گر که نادان دست گیرد اختیار، در دل ببر و پلنگش هم نمیماند قرار. خر اگر بالا رود پایین کشیدن مشکل است، وان که خر را برده بالا تا ابد پا در گل است.